سلام دوستان عزیز، حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم که تا الان تا بدین ساعت خوب و خوش بوده باشید. بنده قصه یار هستم از چنل کتاب خوری. امروز براتون میخوام از ادبیات کره بخونم کتابی به نام بادام، رمان کره‌ای وین پینگ سون، مترجمم که خانم صالحه ترابی نوا. لطفاً دوستانتون رو به چنل دعوت کنید، ما رو شاد کنید، سابسکرایب کنید. خیلی لطف میفرمایید اجازه بدین اپیزودها، ویدیوها ویو بگیرن. خیلی ممنونتون میشم، خیلی بزرگواری میکنید، خیلی دوستتون دارم. و اما بریم با رمان کره‌ای شروع کنیم به نام بادام. بخش اول. آن روز 6 نفر مردند و 1 نفر زخمی شد. اول مادر و مادر بزرگ، بعد دانشجویی که برای متوقف کردن آن مرد به سمتش هجوم برده بود و 2 مرد 50 ساله‌ای که در ردیف جلوی گروه سپاه رستگاری بودند و بعد هم 1 افسر پلیس و در نهایت خود آن مرد کشته شد. او ترجیح داد که آخرین قربانی کشتار جنون آمیزش باشد. چاقو را محکم در سینه‌اش فرو برد و مانند بیشتر قربانی‌ها قبل از رسیدن آمبولانس درگذشت. من همه این اتفاقات را که پیش رویم رخ دادند فقط تماشا کردم و طبق معمول بدون هیچ عکس‌العملی فقط آنجا ایستادم. اولین اتفاق مربوط به زمانی می شود که 6 ساله بودم. علائم پیش از این وجود داشتند، اما آن زمان بود که تشدید یافتند. آن روز حتما مادر فراموش کرده بود که به کودکستان بیاید و مرا به خانه ببرد. او بعدها به من گفت که بعد از این همه سال به دیدن پدرم رفته بود تا به او بگوید که می‌خواهد فراموشش کند. البته نه برای اینکه بخواهد زندگی جدیدی را شروع کند، ولی به هر حال می‌خواهد همه چیز را فراموش کند. ظاهراً هنگامی که دیواره‌های آرامگاهش را پاک می‌کرد، همه این حرف‌ها را به او گفته بود. آن هنگام که بالاخره عشق مادرم 1 بار برای همیشه فروکش می‌کرد. من که مهمان ناخواسته عشق نورسته‌شان بودم کاملا فراموش شدم. بعد از اینکه همه بچه‌ها رفتن، گیج و منگ از کودکستان بیرون آمدم. من 1 کودک 6 ساله توانستم خانه ما را که در آن سوی 1 پل بود به خاطر بیاورم. روی پل هوایی ایستادم و سرم را از نرده آویزان کردم. اتومبیل‌ها را دیدم که در زیر پل به آرامی حرکت می‌کردند. این صحنه مرا به یاد چیزی انداخت که قبلا در جایی آن را دیده بودم. تا حد ممکن آب دهانم را جمع کردم و 1 اتومبیل را نشانه گرفتم و روی آن تف انداختم. آب دهانم خیلی قبل‌تر از آن که روی اتومبیل بیفتد ناپدید شد. اما من چشم از خیابان بر نداشتم و مدام تف می‌کردم تا اینکه سرگیجه گرفتم. چه کار می‌کنی؟ کارت چندشاوره. سرم را بالا آوردم و زن میانسالی را دیدم که از آنجا میگذشت و به من چشم قره میرفت. سپس به راهش ادامه داد و مانند آن اتومبیل‌های زیر پل به آرامی حرکت کرد و رفت و من دوباره تنها شدم. پله‌های پل هوایی به چند جهت مختلف منتهی میشد. من گم شدم. دنیایی که در پایین پله‌ها دیدم چپ و راست و خاکستری و بیروح بود. 1 جفت کبوتر سفید بالای سرم پرواز می‌کردند. تصمیم گرفتم که آنها را دنبال کنم. هنگامی که متوجه شدم مسیر را اشتباه رفتم، خیلی دور شده بودم. در کودکستان ترانه پیش برو را یاد گرفته بودم. زمین گرده برو برو جلو. فکر می‌کردم اگر طبق متن این ترانه فقط پیش بروم بالاخره به 1 نحوی به خانه میرسم و لجوجانه با گام‌های کوچکم به سمت جلو حرکت می‌کردم. خیابان اصلی به کوچه باریکی منتهی میشد که خانه‌های قدیمی در آن وجود داشتند و روی دیوارهایی که در حال فرو ریختن بودند عددهای جور و جور و کلمه خالی با رنگ قرمز نوشته شده بود. هیچ کس در آن حوالی دیده نمیشد. ناگهان صدای فریاد کسی را شنیدم که با صدای آهسته آه میکشید. مطمئن نبودم صدایی که شنیدم آه بود یا اوه. شاید هم اه بود، اما میدانم که 1 فریاد کوتاه‌تر و آهسته بود. به سمت صدا رفتم و وقتی که به آن نزدیکتر شدم صدا بلندتر شد و حالا صدای پیف وایش ایش به گوش می رسید. صدا از گوشه کوچه می آمد. بدون تأمل به سمت صدا رفتم. پسری روی زمین افتاده بود و اگرچه سایه های سیاهی که روی پسر افتاده بود ثابت نمودند و حرکت می کردند.
ثابت نبودند و حرکت میکردند، اما نفهمیدم که آن پسر کوچولو چند سالش بود. آنها او را کتک میزدند. آن فریادهای کوتاه و آهسته مربوط به آن پسر نبود، بلکه صدای فریاد افرادی بود که دورش جمع شده بودند و در واقع صدای تقلایشان برای کتک زدن آن پسر بود. آنها او را لگد میزدند و روی او آب دهان میانداختند. بعدها فهمیدم که آنها چند دانش آموز دوره راهنمایی بودند، اما در آن زمان سایه‌هایشان برای من درست مثل آدم بزرگ‌ها بسیار بلند و بزرگ به نظر می‌رسید. آن پسر هیچ مقاومتی نمی‌کرد، حتی فریاد هم نمی‌زد، مثل اینکه به کتک خوردن عادت کرده بود. آنها پسر را مانند عروسک پارچه‌ای با لگد به هم پاس می‌دادند. یکی از سایه‌ها آخرین ضربه را زد. او با پا به پهلوی پسر لگد زد. سپس او را رها کردم و رفتم. پسر غرق در خون بود، مانند کتی که آغشته به رنگ قرمز شده باشد. نزدیک پسر رفتم. به نظر می رسید از من بزرگتر باشد. شاید 11-12 ساله بود. حدوداً 2 برابر سن من را داشت. اما با وجود این احساس می کردم که از من کوچکتر است. سینه‌اش تون بالا و پایین می رفت و نفسهایش مانند نفسهای طول سگ تازه متولد شده کوتاه و بریده بود. معلوم بود که در خطر است. به داخل کوچه برگشتم، باز هم کسی در کوچه نبود. فقط حروف قرمز رنگی که روی دیوار خاکستری نوشته شده بودند چشمانم را میزد. بعد از مدتی پرسه زدن در کوچه، سرانجام مغازه کوچکی سر کوچه دیدم. در مغازه را باز کردم و داخل شدم. ببخشید، تلویزیون روشن بود و برنامه‌ای که در حال پخش بود یک بازی خانوادگی بود. مغازه‌دار که در حال تماشای برنامه بود به قدری بلند می‌خندید که احتمالاً صدای مرا نشنید. بازی به این شکل بود که یکی از میهمان‌ها برنامه باید گوشه‌گیر را روی گوشهایش میگذاشت و کلماتی را که مهمانان دیگر به زبان میآوردن لبخانی میکرد. کلمه مورد نظر دلهره بود. نمیدانم چرا هنوز این کلمه را به خاطر دارم. آن زمان حتی معنی این کلمه را هم نمیدانستم. یک خانم مدام اشتباه حدس میزد و مخاطبان و مغازه‌دار را به خنده میانداخت. بالاخره زمان پایان یافت و تیمش باخت. مغازه‌دار لبهایش را جمع کرد، شاید چون دلش برای او سوخت. من دوباره او را صدا زدم. آقا. بالاخره صدای من را شنید و رو به من کرد و گفت بله. یه نفر توی کوچه افتاده. مغازه‌دار نشست و با بی‌تفاوتی گفت واقعا هر دو تیم می‌خواستن یک بار دیگر بازی کنن که ممکن بود نتیجه را تغییر دهد. در حالی که با تافه‌های کاراملی چیده شده در قفس ور می‌رفتم گفتم ممکنه بمیره. اینجا بود که به چشمایم نگاه کرد و گفت مطمئنی؟ بله مطمئنم. از کجا یاد گرفتی که چنین خوزعبلاتی بگی؟ پسر جون دروغ بده. مدتی سکوت کردم، در این فکر بودم که چطور میتوانم او را متقاعد کنم. اما من کم سن و سال بودم و مجموعه کلمه هایی که میدانستم آنقدر کم بود که نمیتوانستم جور دیگری حقیقت را برای او بیان کنم. او به زودی میمیره. تنها کاری که از دستم برمی آمد این بود که همان حرفها را دوباره تکرار کنم. هنگامی که مغازه‌دار با پلیس تماس گرفت، من منتظر بودم که برنامه تلویزیونی تمام شود. وقتی مرد مغازه‌دار دید که با تافه‌های کاراملی برمیروم، با لحن تندی گفت که اگه قصد خرید ندارم باید آنجا را ترک کنم. مدتی طول کشید تا پلیس‌ها بیایند، اما در طول این مدت فقط به آن پسر فکر می‌کردم که روی زمین سرد افتاده بود. او تا حالا مرده بود. موضوع این بود که پسر مغازه‌دار بود. در مرکز پلیس روی نیمکت نشسته بودم و پاهایم را روی هوا معلق بودند تکان می‌دادند. آنها جلو و عقب می‌رفتند و نسیم خنکی ایجاد می‌کردند. هوا تاریک بود و خوابم می‌آمد. درست هنگامی که نزدیک بود خوابم ببرد، در چهارتاق باز شد و مادر وارد شد. وقتی مرا دید فریاد کشید و چنان ضربه‌ای محکمی به سرم زد که سرم درد گرفت. قبل از اینکه مادر بتواند به طور تمام و کمال از دیدار دوباره ما لذت ببرد، دوباره در چهارتاق باز شد و مرد مغازه‌دار با کمک 2 افسر پلیس سر پا بودند وارد شدند. ناله و زاری میکرد و صورتش اشک‌آلود بود. حالت چهرهش کاملا متفاوت از وقتی بود که تلویزیون تماشا میکرد. مرد مغازه‌دار روی زانوهایش افتاد، در حالی که بدنش به رعشه افتاده بود به زمین مشت میکوبید. یک دفعه بلند شد و با انگشتش به من اشاره کرد و فریاد کشید. دقیقاً نفهمیدم چه پرت و پلایی گفت، اما چیزی که متوجه شدم این بود:
تو باید با جدیت بیشتری حرف میزدی. الان دیگه خیلی دیر شده و برای پسرم هیچ کاری نمیشه کرد. افسر پلیسی که کنار من بود به حرفایش اعتنایی نکرد و گفت چه انتظاری از بچه کودکستانی داری؟ و مرد مغازه‌دار ساکت شد. با وجود اینکه با حرفای مرد مغازه‌دار موافق نبودم، اما تمام مدت من جدی بودم. حتی یک بار هم لبخند نزدم یا بیش از حد واکنش نشان ندادم. نمیفهمیدم که چرا اون منو به خاطر این موضوع سرزنش میکند. من 6 ساله هم که آنقدر دایره واژگانم محدود بود که نمیتوانستم کلمات مناسبی بیابم و این سوال را از او بپرسم. حرفی نزدم و سکوت کردم. در عوض مادرم سر من فریاد میزد و با سر و صداهای مادری که فرزندش را گم کرده و حالا او را یافته بود، مرکز پلیس را به دیوان خانه تبدیل کرده بود. آن شب طبق معمول با سازه هایم بازی میکردم. سازه‌ای که با آن بازی میکردم شکل یک زرافه بود و اگر گردنش را خم میکرد و کوتاه میشد شکل یک فیل میشد. احساس کردم مادرم به من خیره شده و تمام اعضای بدنم را با نگاهش بررسی میکند. پرسید نترسیدی؟ گفتم نه. خیلی زود شایعاتی در مورد آن اتفاق پخش شد، مخصوصا اینکه من چطور با دیدن کتک خوردن یک نفر تا سرحد مرگ دچار هیچ گونه هیجانی نشده ام. پس از آن ترس‌های مادرم یکی پس از دیگری به واقعیت تبدیل شدند. پس از وارد شدن به دوره ابتدایی اوضاع بدتر شد. یک روز در مدرسه به خانه دختری که جلوتر از من راه میرفت پایش به سنگ گیر کرد و محکم زمین خورد. راهم را سد کرد و هنگامی که منتظر بودم تا از روی زمین بلند شود به تل مویش که شکل میکی ماوس بود با دقت نگاه میکردم، اما او همونجا نشسته و شروع به گریه کرد. بالاخره مادرش آمد و به او کمک کرد تا بلند شود. نگاهی به من کرد و نوچ نوچ کرد. میبینی که دوستت زمین خورده ولی حتی حالش رو نمیپرسی؟ پس شایعاتی که در موردت میگن درسته، تو خیلی عجیبی. چیزی به فکرم نرسید که در پاسخ به او بگویم. برای همین حرفی نزدم. بقیه بچه‌ها فکر کردن که اتفاقی افتاده است و دور ما جمع شدن. صدای پچ پچشان در گوشم میپیچید و آزارم میداد تا جایی که من فهمیدم آنها احتمالاً حرف‌های مادر آن دختر را بازگو می‌کردند. در همان هنگام ناگهان سرکله مادر بزرگ پیدا شد و مثل زن شگفت‌انگیز به دادم رسید و مرا در آغوش گرفت. مادر بزرگ با عصبانیت و خشونت گفت حواست باشه چی میگی. دخترت فقط بدشانسی آورد و زمین خورد. فکر کردی کی هستی که پسر من رو سرزنش میکنی؟ مادر بزرگ رو به بچه‌ها کرد و گفت به چی زل زدید بچه‌های لوس نونور؟ هنگامی که از آنجا دور شدیم به مادر بزرگ نگاه کردم که لب‌هایش رو محکم به هم میفشرد. مادر بزرگ چرا اونا میگفتن که من عجیبم لب‌هایش رو از هم گشود و گفت شاید به خاطر اینه که تو خاصی. وقتی چیزی متفاوت از بقیه باشه مردم نمیتونن اون رو بپذیرن. هیولای کوچولوی دوست داشتنی منی. مادر بزرگ چنان محکم بغلم کرد که دنده‌هایم درد گرفت. همیشه مرا هیولا صدا میکرد. از نظر او چیز بدی نبود. صادقانه بگویم که مدتی طول کشید تا مفهوم اسم مستعاری را که مادر بزرگ با محبت به من داده بود بفهمم. هیولاها در کتاب‌ها دوست داشتنی نبودند. در حقیقت آنها کاملا در تضاد با تمام چیزهای دوست داشتنی بودند. متعجب بودم که چرا مرا به این استدعا می‌کند. حتی بعد از اینکه پارادوکس را یاد گرفتم که به معنای کنار هم قرار دادن ایده‌های متناقض است، همچنان گیج و سردرگم بودم. یعنی تاکید روی کلمه هیولا بود یا دوست داشتنی؟ به هر حال مادر بزرگ میگفت از روی علاقه من را به این استدعا میکند. بنابراین تصمیم گرفتم که به او اعتماد کنم. وقتی مادر بزرگ ماجرای آن دختر با تل میکی ماوس را برای مادرم تعریف کرد، مادر بغضش ترکید. میدونستم که بالاخره چنین اتفاقی میفته، ولی فکر نمی‌کردم اینقدر زود این اتفاق بیفته. اوه چرت و پرت نگو که میخوایی ناله‌زاری کنی. برو توی اتاق و در رو ببند. حرف مادر بزرگ باعث شد که مادر برای لحظه دست از گریه کردن بردارد. مادر از خشم ناگهانی مادر بزرگ یکه خورد و نگاهی به او انداخت، اما بعد با شدت بیشتری شروع به گریه کرد. مادر بزرگ نوچ نوچ کرد و سرش را تکان داد و در حالی که به گوشه‌ای از سقف چشم دوخته بود آه عمیقی کشید. به نظر می رسید که این رویه همیشگی آنهاست. این موضوع حقیقت داشت. مادر از مدت‌ها پیش نگران من بود، چون من همیشه با بقیه بچه‌ها فرق داشتم.
حتی از بدو تولد متفاوت بودم، زیرا هرگز لبخند نمیزدم. روزهای اول مادر فکر میکرد که رشد و تکامل من کند است، اما در کتاب‌های فرزندپروری خوانده بود که نوزادان 3 روز پس از تولدشان شروع به لبخند زدن میکنن. اون روزها رو میشمرد. نزدیک 100 روز گذشته بود و من هیچ واکنشی نشان نمیدادم، مانند شاهزاده خانومی که در داستان نفرین شده بود تا هرگز نخندد و مادر همه چیز را امتحان میکرد، مانند شاهزاده‌ای که از سرزمینی دور آمده بود و سعی میکرد تا قلب محبوبش را به دست بیاورد. او دستانش را به هم میزد، جغجغه‌های رنگارنگ میخرید، حتی با آهنگ‌های کودکانه حرکت عجیب و احمقانه انجام میداد. وقتی خیلی خسته میشد به بالکن میرفت و سیگار میکشید. بعد از اینکه فهمید مرا باردار است، به سختی توانست این عادت را ترک کند. یک بار فیلم ویدیویی مربوط به همان زمان دیدم. مادر سرسختانه تلاش میکرد و من فقط به او خیره شده بودم بدون اینکه احساس خاصی داشته باشم. پیچیدگی و خونسردی که در چشمانم وجود داشت اصلا طبیعی نبود. مادر هر کاری کرد نتوانست لبخند به لبم بیاورد. دکتر گفت که مشکل خاصی ندارم. جواب آزمایش‌ها نشان میداد که قد و وزن و رشد رفتاری هم نسبت به سنم طبیعی بود، اما لبخند نزدنم طبیعی نبود. پزشک اطفالی که در نزدیکی ما بود نگرانی‌های مادر را جدی نمی‌گرفت و به او میگفت که جای نگرانی نیست، زیرا رشد کودکش طبیعی است. تا مدتی پس از آن مادر سعی می‌کرد اینطوری خودش را دلداری دهد که من فقط کمی آرامتر از بچه‌های دیگر هستم. اما نزدیک تولد 1 سالگی هم اتفاقی افتاد که ثابت کرد مادر حق داشت نگران باشد. آن روز مادر یک کتری قرمز پر از آب داغ را روی میز گذاشت، پشت به میز کرد تا شیر خشک درست کند. دستم را به سمت کتری دراز کردم و کتری را از روی میز سقوط کرد و روی زمین افتاد و آب داغ به همه جا پاچید. از آن روز هنوز اثر سوختگی خفیفی مانند یک نشان بر روی بدنم هست. جیغ زدم و گریه کردم. مادر فکر میکرد که آن لحظه به بعد مثل هر بچه عادی دیگری من از آب کتری قرمز میترسم، اما اینطور نبود. نه از آب میترسیدم و نه از کتری. هر وقت آن کتری قرمز را میدیدم به سمتش میرفتم و فرقی نداشت که آب سرد داخلش باشد یا آب داغ. تعداد این نشانه ها هر روز بیشتر و بیشتر میشد. پیرمرد یک چشمی در طبقه پایین ما زندگی میکرد که یک سگ بزرگ سیاه داشت و همیشه آن را به صندوق پست داخل حیاط میبست. من مستقیما به مردمک‌های شیری رنگ آن پیرمرد ظلم میزدم بدون اینکه بترسم و هنگامی که مادر لحظه از من غافل میشد به سمت آن سگ که دندانهایش را نشان میداد و پارس میکرد میرفتم تا لمسش کنم. حتی بعد از اینکه دیدم آن سگ بچه همسایه را گاز گرفت و خون ریزی کرد، باز هم این کار را انجام میدادم. مادر مجبور بود مدام مراقب من باشد. بعد از چند اتفاق مشابه مادر نگران شد که شاید ضریب هوشی من پایین باشد، اما هیچ دلیل دیگری برای اثبات این فرض وجود نداشت و بنابراین مانند هر مادر دیگری سعی میکرد که با یک دید مثبت به تردیدهایی که نسبت به پسرش داشت نگاه کند. پسرم نسبت به همسن و سالهایش کمی نترس‌تر بود. در دفتر خاطرات روزانه‌اش مرا اینگونه توصیف کرده بود: به هر حال هر مادر دیگری هم به جای مادرم بود، اگر فرزندش تا 4 سالگی لبخند نزده بود نگرانیش به اوج می رسید. یک روز مادرم دست مرا گرفت و به یک بیمارستان بزرگتر برد. آن روز اولین خاطره‌ای بود که در ذهنم حک شد. البته چیزی که از آن روز به یاد دارم خیلی واضح نیست. انگار همه چیز را از زیر آب تماشا می‌کردم، اما هر از گاهی خیلی خوب آن را به خاطر می‌آورم. مردی که روپوش آزمایشگاهی بر تن داشت جلوی من نشسته بود، با خوشرویی اسباب بازی‌های مختلف را یکی پس از دیگری به من نشان می‌داد و بعضی از آنها را تکان می‌داد. سپس با چکش کوچکی به زانویم ضربه زد. پایم بیشتر از آن که فکر می‌کردم بالا پرید. بعد انگشتانش را زیر بغلم گذاشت و قلقلکم داد و من کمی خندیدم. بعد چند عکس بیرون آورد و چند سوال از من پرسید. یکی از آنها تصاویر را هنوز خیلی دقیق به یاد میآورم. بچه‌ای که توی این تصویر می‌بینید داره گریه میکنه چون حافظه‌اش رو از دست داده. به نظرت اون چه احساسی داره؟ از آنجایی که پاسخ سوال را نمیدانستم به مادرم که کنارم نشسته بود نگاه کردم. لبخندی زدم و موهایم را نوازش کرد و بعد به طور نامحسوسی لب پایینی‌اش را گاز گرفت. چند روز بعد مادر مرا به جای دیگری برد و به من گفت که میتوانم سوار سفینه فضایی شوم، اما در نهایت سر از بیمارستان دیگری درآوردیم. به
مادر گفتم من که مریض نیستم، چرا مرا به بیمارستان آورده است؟ اما جوابی نداد. در داخل بیمارستان به من گفتن روی یک سطح سرد دراز بکشم و بعد به داخل دستگاه سفیدی کشیده شدم. بیپ 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 صداهای عجیبی میشنیدم و سفر فضایی کسل کننده هم همونجا پایان یافت. سپس اوضاع تغییر کرد. ناگهان تعداد زیادی از افراد که روپوش سفید آزمایشگاهی بر تن داشتن جلوی چشمم ظاهر شدند. یکی از آنها که مسن‌ترینشان بود یک عکس سیاه و سفید تار به دستم داد و گفت این تصویر از داخل سرت است. عجب دروغگویی. مسلماً آن تصویر سرم نبود، اما مادرم مدام سرش را تکان میداد. انگار این دروغ آشکار را باور کرده بود. هرگاه آن مرد مسن دهان باز می‌کرد و حرفی می‌زد، افرادی که دورش ایستاده بودند و سنشان کمتر از او بود شروع به نوشتن می‌کردم. در نهایت کمی حوصله‌ام سر رفت و پاهایم را تکان دادم و به میز مرد مسن لگد زدم. هنگامی که مادر دستش را روی شانه‌ام گذاشت تا مانعم شود، سرم را بلند کردم و دیدم که او اشک می‌ریزد. تنها چیزی که از باقی آن روز به یاد دارم این است که مادرم گریه می‌کرد. او مدام گریه می‌کرد. وقتی به اتاق انتظار برگشتیم او باز هم گریه می‌کرد. تلویزیون کارتون پخش می‌کرد، اما من به خاطر او نمی‌توانستم تمرکز کنم. قهرمان جهان با شخصیت منفی داستان جنگید و توانست او را شکست دهد، ولی مادر باز هم گریه می‌کرد. سرانجام پیرمردی که کنار من نشسته بود و چرت می‌زد بیدار شد و فریاد زد زن جیغ جیغو، اینقدر ادای آدمای بدبخت رو در نیار، خودمون به اندازه کافی بدبختی داریم. این کار پیرمرد نتیجه داد. مادر در حالی که از نگرانی به خود می‌لرزید، مانند نوجوانی که سرزنشش کرده باشد، لب‌هایش را محکم جمع کرد. مادر مقدار زیادی بادام به خورده‌ام داد. بادام‌های آمریکایی، استرالیایی، چینی، روسی و همه کشورهایی که بادام به کره صادر می‌کردند. امتحان کردم. بادام‌های چینی مزه تلخ و افتضاحی دارند و بادام‌های استرالیایی کم و بیش ترش هستند و مزه خاک می‌دهند. بادام‌های کره‌ای را هم خوردم، اما بادام‌های آمریکایی را بیشتر دوست دارم. مخصوصاً بادام‌های کالیفرنیا. بادام‌های کالیفرنیایی به واسطه جذب نور سوزان خورشید آنجا به رنگ قهوه‌ای ملایم هستند. حالا راز چگونه خوردن بادام‌ها را می‌گویم. اول بسته بادام را در دست بگیرید و شکل بادام ها را از روی بسته لمس کنید. باید دانه های سفت و سرسخت بادام را با انگشتانتان لمس کنید. بعد آهسته قسمت بالایی بسته را پاره کنید و آن را باز کنید. سپس بینیتان را داخل بسته ببرید و به آرامی از بینی نفس بکشید. در این مرحله باید چشمهایتان را ببندید. نگران نباشید، با این موضوع کنار میایید. گاهی نگه داشتن نفستان به شما این امکان را میدهد که تا حد ممکن زمان داشته باشید تا بو را به بدنتان برسانید. در نهایت وقتی بو تمام وجودتان را پر کرد، نیم مشت از بادام ها را یک دفعه داخل دهانتان بریزید. آنها را داخل دهانتان بچرخانید و برای مدتی طعمشان را حس کنید. قسمت تیز یا نوکدار بادام ها را با زبانتان هل دهید. شیارهای روی بادام را لمس کنید. باید اطمینان حاصل کنید که زیاد طولش نمیدهید. اگر آب دهانتان باعث شود که بادام ها باد کنند، بد مزه می شود. تمام این مراحلی که گفتم مقدمه‌ای برای بخش آخر هستند. اگر زمان خیلی کوتاهی بادام ها را در دهانتان بچرخانید، بی‌مزه می شوند و اگر زمان طولانی این کار را انجام دهید، تاثیرشان از بین خواهد رفت. باید زمان مناسب خودتان را بیابید. باید فکر کنید که بادام ها بزرگ و بزرگتر می شوند. در نهایت به اندازه یک توپ راگبی می شوند و این دقیقاً همان زمان مناسب است. قرچ قرچ حالا خوردشان میکنی و طعم پرتوهای آفتاب سوزان کالیفرنیا را که در دهانت جاری میشوند میچشی. بله، طعم پرتوهای آفتاب سوزان کالیفرنیا. دلیل اینکه با انجام این مراحل خودم را به زحمت میاندازم این نیست که بادام دوست دارم. هر وعده مادرم بادام را روی میز میگذاشت و هیچ راهی برای فرار از آنها نداشتم، بنابراین روشی برای خوردنشان ابداع میکردم. مادر فکر میکرد اگر مقدار زیادی بادام بخورم، بادامهای داخل سرم بزرگتر میشوند. این یکی از آن امیدهای بسیار کوچکی بود که آنها را رها نمیکرد. همه دو بادام در سرشان دارند که در جایی میان پشت گوشها و پشت سر محکم چسبیده اند. در حقیقت به آنها آمیگدال
میگویند که از کلمه لاتین به معنای بادام گرفته شده است، زیرا اندازه و شکلشان دقیقاً مثل بادام است. هنگامی که احساساتتان را با یک عامل بیرونی برانگیخته شود، این بادام ها سیگنال هایی را به مغزتان میفرستند. با توجه به نوع محرک، احساس ترس، عصبانیت، شادی یا غم خواهید کرد. اما بنا به دلایلی به نظر می رسد که بادام های من درست کار نمی کنند. هنگامی که برانگیخته می شوند کار نمی کنند. به همین دلیل نمی فهمم که چرا مردم می خندند یا گریه می کنند. شادی، غم، عشق، ترس برایم مبهم و بی‌معنی هستند. به نظرم کلمه‌ای مانند احساس و همدلی کلمه نامفهومی در کتاب ها هستند. پزشکان تشخیص دادند که من نارسایی الکسیتامیا یعنی یا ناتوانی در بیان احساسات دارم. آنها معتقد بودند که من خیلی کم سن و سال بودم و علائمی که داشتم با علائم سندروم آسپرگر فرق داشت. در نتیجه روندهای تکاملی هم هیچ یک از علائم اوتیسم را نشان نداده بود. من قادر به بیان احساساتم نبودم، اما علاوه بر آن در تشخیص احساسات نیز ناتوان بودم. افرادی که نواحی بروکا و ورنیکه مغزشان آسیب دیده باشد در ساختن و فهمیدن جمله ها دچار مشکل می شوند، زیرا این نواحی از مغز با عملکردهای مهم گفتاری مرتبطند و من مشکلی در ساختن و فهمیدن جملات نداشتم. اما نمی توانستم احساساتم را درک کنم، نمی توانستم احساسات مردم را تشخیص دهم و حتی نام هر یک از احساسات را نیز به درستی نمی دانستم. همه پزشکان معتقد بودند که بادام های درون سرم یا همان آمیگدال ها به طور غیر عادی کوچک بودن و ارتباط بین سیستم لیمبیک و لوب قدامی مغز دچار مشکل بود. یکی از علائم داشتن آمیگدال های کوچک من این است که نمیدانید احساس ترس چیست. بعضی از مردم میگویند که چقدر عالی میشد اگر نترس بودیم، اما آنها اصلا متوجه نیستند که چه میگویند. ترس یک مکانیسم طبیعی دفاع است که برای بقا ضروری است. عدم درک احساس ترس به معنای شجاعت نیست. در واقع به این معنی است که شما به قدری احمق هستید که وقتی در جاده ماشینی با سرعت به سمت شما می آید سر جای خودتان می ایستید. من به مراتب بدبخت‌تر بودم، زیرا علاوه بر عدم درک احساس ترس، در درک احساسات دیگر نیز مشکل داشتم. طبق گفته پزشکان تنها جنبه مثبت ماجرا این بود که به رغم داشتن آمیگدال‌های کوچک هوشم آسیبی ندیده بود. آنها گفتند از آنجایی که مغز افراد متفاوت است باید منتظر باشیم تا ببینیم اوضاع چطور پیش می رود. بعضی از آنها پیشنهادهای نسبتاً وسوسه انگیزی می‌دادند و می‌گفتند که من می‌توانم نقش مهمی در کشف اسرار مغز داشته باشم. محققان دانشگاه علوم پزشکی پروژه‌های بلند مدت تحقیقی در مورد روند رشدم برای انتشار در مجلات پزشکی پیشنهاد می‌دادند. مشارکت در این تحقیقات ممکن بود پاداش بزرگی داشته باشد. بسته به نتایج تحقیق حتی شاید نام مرا روی یک ناحیه از مغز می‌گذاشتم، مثل ناحیه بروکا یا ناحیه ورنیکیه، ناحیه یون جسون. اما پزشکان با مخالفت سریع مادرم که پیش از این بیمارشان بود مواجه شدن. اول از همه این که مادر میدانست بروکا ورنیکه دانشمند بودن نه بیمار. از وقتی که مرتباً به کتابخانه محل مراجعه میکردم تمام کتاب‌های مربوط به مغز را خوانده بودم. دلیل دیگر مخالفتش این بود که نمیخواست پزشکان به من به عنوان یک نمونه آزمایش جالب نگاه کنن. مادر خیلی زود از درمان من توسط پزشکان قطع امید کرد. در دفتر خاطراتش نوشته بود تنها کاری که انجام می‌دهد این است که آزمایشات عجیبی روی او انجام دهند یا داروهای آزمایش نشده به او بدهند و واکنش‌ها را مشاهده کنند و بعد با یافته‌هایشان در کنفرانس‌ها خودنمایی کنند. به همین دلیل مادرم نیز مانند بسیاری از مادرانی که بیش از حد مراقب بچه‌های خود هستند مخالفتش را با جمله غیر متقاعد کننده و کلیشه‌ای اعلام کرد. خودم میدونم که چی برای بچم بهتره.
آخرین روزی که در بیمارستان بودیم، مادر روی بوتگلی که جلوی ساختمان بیمارستان بود توف کرد و گفت اون عوضی ها حتی نمیدونن چی تو مغز لعنتی خودشون هست. مادر گاهی بسیار پرخاشگر میشد. مادر استرسی را که در دوران بارداری داشت، یا آن یکی دو سیگاری را که مخفیانه در آن دوران کشیده بود، یا چند جرعه نوشیدنی مضری را که در آخرین ماه بارداری نمیتوانست در برابرش مقاومت کند، مقصر این موضوع میدانست. اما دلیل این اتفاقاتی که برای مغزم افتاده بود برایم کاملا واضح بود. من فقط بدشانس بودم. شانس نقش بسیار بزرگی در همه بی‌عدالتی‌های جهان ایفا می‌کند، حتی خیلی بیشتر از آن که انتظارش را داشته باشید. شما هم به شانس اعتقاد دارین؟ احتمالا مادر در شرایط فعلی امیدوار بود که من مثل شخصیت‌های داخل فیلم‌ها حافظه قوی در حد کامپیوتر یا استعداد هنری خارق‌العاده‌ای در طراحی یا چیزی داشته باشم. اینکه نقص را جبران کند. اگر این اتفاق می‌افتاد می‌توانستم در برنامه تلویزیونی حضور داشته باشم و نقاشی‌های داغونم را بیش از 10 میلیون وون بفروشم. اما متاسفانه هیچ نبوغی نداشتم. بعد از ماجرای آن دختر با تل میکی ماوس، مادر تربیت مرا به طور جدی شروع کرد. علاوه بر فلاکت و بدبختی که داشتم، حقیقت این بود که در واقع نمیتوانستم خطرهای جدی و ضمنی پیش رو را درک کنم. مهم نبود که مردم با چهره‌های عصبانیشان چقدر ناسزا میگفتند و پرخاش میکردند، چون تأثیری نداشت. جیغ زدن، فریاد کشیدن، ابرو بالا انداختن، درک نمی‌کردم که همه اینها معنای خاصی می‌دهند و در پس از هر یک از این اعمال مفهومی نهفته است. من فقط همه چیز را همانطور که به نظر می‌رسید قبول می‌کردم. مادر چند جمله روی کاغذهای رنگی نوشته و آنها را روی کاغذهای بزرگتر چسبانده بود و بعد آنها را روی همه دیوارها نصب کرده بود. وقتی اتومبیل خیلی نزدیک شد، یعنی سریع خودت را کنار بکش یا فرار کن. وقتی مردم خیلی به تو نزدیک میشوند، کمی فاصله بگیر که به آنها برخورد نکنی. وقتی دیگران لبخند میزنند، به آنها لبخند بزن. در انتها نوشته بود توجه، جلوی آینه حالات چهره افراد دیگران را تمرین کن. فهمیدن این نوشته ها برای من 7 ساله زیادی سخت بود. جمله ها و الگوهای نوشته شده روی کاغذ طولانی تر می شد. در حالی که بچه های دیگر جدول ضرب حفظ می کردن، من این نوشته ها و الگوها را حفظ می کردم. انگار که شرح وقایع سلسله های باستانی را از بر می کردم. سعی می کردم هر گزینه را با واکنش مناسب و مربوط به آن تطبیق دهم. مادر مدام مرا محک می زد هر یک از این واکنش های غریزی را به خاطر می سپردم. در حالی که کودکان دیگر خیلی راحت و بی دردسر آنها را فرا می گرفتند، مادر بزرگ نوچ می کرد که این نوع آموزش بیهوده است. اما مادر همچنان پیکانها را برش میداد و روی کاغذها میچسباند. همه وقتش را صرف نوشتن الگوها و کشیدن این پیکانها میکرد. در طی چند سال بعد سرم بزرگتر شد، اما بادامهای داخل سرم همان اندازه باقی ماندند. هرچه روابط پیچیده تر میشد، بیشتر با موقعیت‌های مواجه میشدم که مادر پیش بینی نکرده بود و هیچ الگویی برایشان ننوشته بود و هرچه بیشتر با این موقعیت‌ها مواجه میشدم، بیشتر مورد تمسخر قرار می گرفتم. روز اول سال تحصیلی جدید با عنوان بچه عجیب شناخته شدم. مرا به سمت زمین بازی می کشاندند و در برابر همه مسخره هم می کردم. بچه ها از من سوالهای عجیبی می پرسیدن و من ساده و سریع جواب می دادم، بدون آنکه بدانم چگونه دروغ بگویم یا اینکه چرا آنقدر به من می خندم. و هر روز ناخواسته خنجری در قلب مادرم فرو می کردن. اما او هرگز تسلیم نشد. تنها کاری که باید بکنی اینه که جلب توجه نکنی. این بدان معنا بود که نباید اجازه میدادم آنها بفهمم من متفاوتم. اگر کاری میکردم که آنها متوجه تفاوت من با خودشان میشدن، جلب توجه میکردم و مورد تمسخر قرار میگرفتم. اما یادگیری الگوهای ساده مثل کنار رفتن هنگام نزدیک شدن یک ماشین دیگر به کار نمی آمد. زمان آن رسیده بود که مهارت‌های رفتاری خاصی را یاد بگیرم تا غیر عادی بودنم را پنهان کنم. مادر مانند نمایش نامه‌نویسی بود که هرگز از به کار بردن قوه تخیلش برای ارائه راهکارها در موقعیت‌های مختلف خسته نمی‌شد. حالا باید مفهوم واقعی کلمات را یاد می‌گرفتم و به خاطر می‌سپردم که بعد از هر واکنشی چه رفتاری مناسب است.
مثلا وقتی بچه‌ها لوازم التحریر یا اسباب بازی جدیدشان را نشان می‌دادند و در مورد آنها حرف می‌زدند، مادر می‌گفت که آنها می‌خواهند پوز بدهند. به نظر او جواب مناسب این بود: فوق‌العاده است، که به طور ضمنی نشان دهنده این بود که تو هم آرزوی داشتن آن اسباب بازی‌ها را داری. وقتی کسی که حرف مثبتی به من می‌زد که خوش‌تیپ هستم یا چه کار خوبی انجام داده‌ام، البته مجبور بودم که جمله‌های مثبت را نیز به صورت جداگانه حفظ کنم. باید این جملات را در جواب به کار می‌بردم: ممنونم یا قابلی نداشت. مادر میگفت که ممنونم جواب مناسبی است، اما قابلی ندارد دلنشین‌تر است، که باعث می‌شود دوست داشتنی تر به نظر برسم. البته من همیشه راحت‌ترین پاسخ‌ها را انتخاب می‌کردم. مادر به خاطر دستخط بدی که داشت هر یک از هانجاهای مربوط به خوشحالی، خشم، ناراحتی، لذت، عشق، نفرت و اشتیاق را از اینترنت روی کاغذ نامه معمولی چاپ میکرد و هر بار یک هانجا را بزرگ چاپ میکرد. مادر بزرگ نوچ نوچ میکرد و مادر را سرزنش میکرد که هر کاری باید با علاقه و زحمت انجام شود. هانجا در زبان کره‌ای به معنای حروف چینی است، یعنی به صورت دقیق تر هانجا مربوط به حروف کره‌ای که از زبان چینی قرض گرفته شده و در زبان کره‌ای ادغام شده است. با وجود آنکه اصلا نمیتوانستم حروف هانجا را بخواند، هر یک را بزرگ روی کاغذ میکشید، انگار که نقاشی میکشد. مادر کاغذها را از مادر بزرگ میگرفت و آنها را مانند عکس‌های خانوادگی در همه جای خانه میچسباند. هر وقت کفش میپوشیدم، کاراکتر خوشحالی از بالای جاکفشی به من لبخند میزد و هر بار که در یخچال را باز میکردم مجبور بودم که کاراکتر عشق را ببینم. موقع خواب کاراکتر لذت از بالای تخت به من نگاه میکرد. هر چند وقت یک بار مادر جای کلمه ها را به طور تصادفی تغییر میداد، اما مراقب بود که کاراکترهای منفی مانند خشم، ناراحتی و نفرت روی دیوارهای حمام باشند. با گذشت زمان و رطوبت هوای حمام روی کاغذها چین و چروک میافتاد و کاراکترهای منفی کم کم ناپدید میشدند. مادر بزرگ نیز به طور مرتب آنها را دوباره مینوشت، طوری که دیگر آنها را حفظ شده بود و خوشنویسی میکرد.